به رفقای عزیز خودم. امروز قرار با همدیگه من صورتم بردارم با همدیگه یه هواپیمای خیلی خوشگل درست کنیم. اول ساب کنید بعدش میام درست میکنم. تو رو قرآن ساب کنید بذارید به 1K در حداقل برسم بتونم برای شما لایو بذارم. خیلی ممنون از شما. بریم تو کارش. نگاه کنید اول چند تا چوب میذاریم، بعدش اینجوری میذاریم. اینا اصلا مهم نیستن، مهمش خیلی اینا. بعدش میایم اینو اینجوری میذاریم، اینا رو میکنیم چون که اگه نکنیم بعد اتفاقی میفته دیگه. اینو میکنیم بعدش میام اینجا اینو میزنیم، بعدش اینو اسپلای میذاریم. حالا برعکسش رو میکنیم. چیکار میکنیم؟ یه دونه دیگه اونجا درست کردیم. این میذاریم، یه دونه از اینا میذاریم، 2 تا هم از اینا. خب بکنیم بچه خیلی سخته ولی اونم اصلا مهم نیست. باشه نگاه کنید. البته من اینو نمیخواستم زیاد مثلا بره اون ور این ور. آخه بشین منظره خیلی خوبه. اگه دوست دارید چیزای دیگه هم بهتون نشون بدم ساب کن.